شروع می کنم به نام خدایی که خالق زمین و آسمان است، خدایی که اگر رنگ قلمم آب دریاها و قلمم از درختان تمام دنیا باشد و وصفش کنم باز هم کافی نیست. و درود بر روح پرفتوح سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حبیب خدا که با زحمات و تلاش‌های خودشان ما را از ظلمت و تاریکی بیرون آوردند. با کسب اجازه از گزار گرامی این جانب نورالحق فرزند اسدالله، یکی از فارغین لیسه خصوصی آیدین فاریاب، می‌خواهم داشته‌های امروز خود را تقدیم کنم. امید است که بپسندید و کمی و کاسی هایی که ما داریم در بگذاریم. بخوان خواندنی از جنس اقرا، تا نخوانی جان من هرگز ندانی، تا نجویی علم را هرگز نیابی، خدا و آب و نان و خاک را بنویس، خدا و آب و نان و خاک را بنویس، دیده ات بگشا قدم بردار باش آگاه. دنیا در مسیر پرشتاب علم گویا هست، اما ما به تو چیزی به جز نفرین برای هم نداریم، چیزی بسان دیو ظالم بر سر یکدیگر افتادیم. بیا تا با شعار خان بنویس و سوی علم بشتابیم، قلم را آن خود سازیم، سراسر ابر دانش را ببارانیم بر صحرا و بر دریا. بخوان جانم که بانی نیست دنیا را بجز دانا، تو شورعنا اگر ما را پدر اندر پدر، عمر عزیز و ناز در جنگ و شرنگ و توپ و تانک و هلهله بگذشت. تو روشن شو خروشان شو الهی شو، تو مولانای جانان شو نوایی شو، امید مادرت شو، مادر میهن که زاد و پرورانیرد. بخوان نور امید ما و مردان شو، تو را سوگند ای فرزند فرزانه، تو را سوگند ای دردانه خانه. بخوان تا آب دانایی به جوی ما روان گردد، بخوان تا بوعلی بار دیگر تکرار در تاریخ ما گردد. یا چون میرزا اولوغبک اخترشناسی، یا چون خوارزمی به تکنیک علوم عصر افزایی. بخوان تا امتی باشی سراسر زنده و جاوید، تا اصل اساس خویش را یابی. تو میدانی عزیز من، تو میدانی عزیز من که اصل ما اگر به ژرفای علوم روز دست یابد چه خواهد شد؟ گدایی رخت میبندد، ستم نابود میگردد. تجاوزگر دگر چشمان حیزش را نخواهد دوخت، تجاوزگر دگر چشمان حیزش را نخواهد دوخت بر این خطه پاکی. و ما چون دیگران در صحنه گیتی سر افراز میگردیم. بخوان و کشف کن، یعنی تو، یعنی ما و تو ای کودک، ای طفل، ای جوان و نوجوان. زیرا چه کم داریم ما از دیگران؟ اگر جسمت کمی دارد بگو، یا خاک تو خاک دیگر باشد. بله، تو میتوانی مخترع باشی، تو میتوانی مکتشف باشی و یا سازنده بنیادهای علم. بیا دانا شو اندر علم و دانش، فن و تکنیک، زمین و آسمان. برخیز هواپیما بساز و عرضه کن هر سازه‌ات را در تجارتگاه دنیایی. شما هم میتوانید این چنین باشید. بخوان، هرگز نگو من کوچکم. تو میدانی که دنیا را همین اطفال گردانند؟ تو میدانی که دنیا را همین نوجوانها گردانند؟ تو میدانی که ذهن تو پر از امید و پیروزی است؟
اگر امروز دست از جیب برداریم، لگام علم را گیریم و سوی پهن دشت معرفت تازیم، پدر، مادر، معلم، مرد و زن، خواهر و برادر تو را سرمشق می‌سازند. تو را سرمشق می‌سازند و در آینده نزدیک نسل ما همه پیروز خواهد شد. بخوان تا ریزخوار خان همسایه نباشیم. بخوان تا غرق در دریای غربی ها نباشیم، چون تمام آن جوانانی که غرق دریاها شدن ای دوست. دلم میگرید، این دلم میگرید از این حال و احوالی که نان در خانه باشد، لیک تو در انتظار لقمنانی از زروبار خزان باشی. بخوان اندوه را از سینه نسل خودت بردار. بخوان شادی بکار و کینه را بردار. بخوان تا ظلم و تاریکی نهان گردد. بخوان تا برق امیدی عیان گردد. بخوان تا رسم نابودی تبه باشد. بخوان تا آب آبادی سپه باشد. بخوان تا درد درمانش بیابد. دوستی و عشق درمانش بیابد. بخوان تا در مهر با گردد و دانش مهر بر دلهای ما گردد. بخوان تا مکتبی آباد سازی، مکتبی از جنس دانایی. خوان اگر خواهی که جاویدان بمانی، و سرانجام خواهش از تو جان من این است که چون بوحنیفه آن امام با صفا، در فقه و دانش عالم و فرزانه گردی. هم بخاری وار در ترتیب و جمع و علم و تصحیح، غلط از راست یکتای زمان باشی. ای جوان برخیز، آگاه باش، فکر کن، وطن را دوست دار. ای جوان، ای پیرمرد، ای مرد، ای زن، آگاه باش، بیدار باش. بالهایت را به سوی موفقیت، به سوی روشنی و به سوی یک کشوری که هیچ فقری در او نیست و کشوری که مردمش همه شادن، بالهایت را باز کن. پرواز کن به سوی موفقیت. فکر کن ای جوان. همیشه در تلاش این باش تا اینکه به پختگی برسی. همیشه در تلاش این باش که وطن را دوست بداری. ما می‌دانیم که جوان به مثل اساس و پایه هر کشوری است و هر کشور دیگری می‌خواهد چون موریانه ها این اساس و پایه را از بین ببرد. اما من تو بیدار باشیم، فکر کنیم، قلبمان بیدار باشد. چه انجینیریم، چه دکتریم، چه معلمیم، بیدار باشیم به سوی موفقیت، به سوی کشوری مترقی و به سوی مردمی خوشحال و مردمی که دیگر از جنگ و فقر دورند. و من در آخر از تمامی اساتید و همچنان پرسنلی که مکتب لیسه خصوصی آیین فاریاب متشکر هستم و امیدوار هستم که خداوند اجر و ثوابش بر ایشان اهدا بکند. و همچنان من امروز افتخار میکنم که به عنوان شاگرد آیین فاریاب و به عنوان پسر پدرم امروز از این جمع فارغ میشم و در آینده به عنوان جوانانی پخته، جوانانی که خودشان را رساندن و جوانانی که افکار بالایی دارن، بر کشور خودمان خدمت بکنیم. کشوری که رنج بسیاری دیده اما درمانش ماییم. فقط دلی بیدار، ذهنی بیدار و چشمان باز داشته باشیم و مثبت‌گرا و بالهای خود را به سوی ترقی و پیشرفت باز کنیم. ممنون از توجهتان.